برنامه رو با یک خبر خوب شروع میکنم. توجه، بالاخره بعد از این همه خبرهای بد برای دوستدارای نظام یه خبر خوش دارم. روزی مردی در حال سفر راهزن خطرناکی را دید، ولی راهزن خطرناک آن مرد را ندید و خدا رو شکر قضیه به خیر و خوشی گذشت. خیلی شرمندم. کلی تو اینترنت دنبال خبر گشتم. خوشحال کننده ترینش همین بود که گفتم. یخ کنی با این کنایه زدنت به اوضاع نظام و مقام عضوای بدبخت بیچاره. ولی حیف که درست گفتی، وگرنه همینجا خجالت در می اومدم. نه آی دکتر، مقام عضو این هفته سخنرانی بسیار مهمی ایراد کرده. همونی که گفت ویروس کار اجنه است؟ نه خیر. آها، اونی که گفت ویروس رو آمریکا مخصوص ژن ایرانیا طراحی کرده. آیا دکتر لطفاً اینو سر زبون نندازین، مسخره اون میکنن. میگن اگه مخصوص ژن ایرانیه پس چرا مقامات نظام هم میگیرن؟ منظور من اون پیامشون بود که اسم سالو اعلام کردن. شما که دستتون میرسه بهش پیغام بدین که سالو بیخیال شه، همین یکی دو هفته آینده رو به چسب کافی. اسم سال اعلام نکنه که خیت بودن اوضاع بیشتر لو میره. بالاخره باید یه اسمی بذاره واسه سال. حکایت مشنگه است که تازه کامپیوتر یاد گرفته بود، تو فامیلشون یه بچه به دنیا اومد اسم خوب براش پیدا نمی‌کردن. مشنگه گفت فعلا بذاریم نیو فولدر تا بعدا تصمیم بگیریم. روشن شد یا یه قوطی رنگ سفید برای قاطی کنم. بشکنه دست اونی که این رسم اسمگذاری رو گذاشت رو دست مقام عظما. یه دیوونه ای سنگو میندازه تو جا، 40 تا عاقل فکشون هم پیاده میشه، آخرش هم کاری نمیتونم بکنم. کیه اون دیوونه؟ بلکن مقام عظما رو دیگه، تو هم بند کردی. برو سر سوال بعدی. آی دکتر، بعضیا میگن مقام عظما قاطی کرده که یه بار میگه کار اجنه است، یه بار میگه ساخت آمریکاست، یه بار میگن من نمیگم دیگه کیه، اسمشو نمیارم بگم این کیه است. هیچ هم قاطی نکرده. اگه حفظ نظام رو بفهمی یعنی چی، میفهمی که هر چم که چرت و چرا بگه اینجا که دیگه اوجب واجباته، حواس جمعه. یک کلوم پای ناظر خارجی نباید این دوره برا باز بشه، وگرنه کی میخواد جلو مردم رو بگیره که باشون صحبت نکنن؟ اینترنت نیست که قطعش بکنی، پس از همون اول جلو کمکو میگیره. آی دکتر، از همه درزای نظام داره خبر نشتی میکنه، دیگه جلو چیه میخوایم بگیریم؟ نه قربونه، نشتی فرق میکنه با رسمی. استراتژیکی نیستی، اقلا یه قانون تاکتیکی باش. ناکس یاد بگیره کارهای دیگه عظما. دیدی سر هواپیما هرچی گربه تو عالم بود رقصوند، هرچی هم فوش بود خورد، ولی جعبه سیاه و تحویل نداد. تو باقی کالاش هم همین کارو کرده. آها، فهمیدم علت استراتژیکیش رو. نه خیر، این تاکتیکیش بود. پس چرا کمک‌ها خارجی رد کرد؟ آها، این استراتژیکیشه. یه ذره سر کیسه رو شل بکنه اینجا، تا آخر خط باید بره. خب اون ظریف مشن مگه فایدهش همین نبود که تا آخرش بره؟ ولی بی ارزه این همه دور افتاد کشور به کشور نتونست 5 میلیارد دلار دستی قرض بگیره. مگه این مشن نمیگفت که میتونه با این زبونش و اون ریش بزی خنده و میمونش بیاد مسائل اقتصادی رو حل بکنه؟ آی دکتر یه خالی بس، تو دیگه چرا باور کردی؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بعد میفهموندن که مشنگه عین ظریف بود. بهش گفتن که شغل چیه؟ گفت من هنرمندم، تابلو نقاشی میکشم. گفتن تا حالا چیزی هم فروختی؟ گفت او فراوون، هرچی اسباب اساسی تو خونمون بود فروختم. روشن شد یا همچی بذارم که بری دنبال فروش اسباب اساسی همین استودیو. ظریف مشنگ، پیشکشت پول در آوردن، تو خرج و دست نظام نذار. از بی‌عرضگی تو بود که اون دیپلمات بیگناه ما رو تو ماشین با بمب دستگیرش کردن. این بحثا همش نزن، هرچی بیشتر هم بزنی بوش بیشتر بلند میشه. آخه آی دکتر من دلم میسوزه. واسه اسدی که تو زندان بلژیکه داره میسوزه. نه بابا، اسدی به درک، اون بمبی که کلی پول باش رفته بود. آره راست میگه، هر دونه بمب 3 تا اسدی و 2 تا ظریف میارزه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهمودن پسر رفت خرید واسه خونه 0.5 کیلو گوجه، 0.5 کیلو پیاز با 1 کیلو سیب زمینی خرید. داشت میباد موتور زد بهش به فنا رفت، تمام هیکلش رفت تو گچ. باباش اومد عیادت، بالا تختش آروم سرشو برد نزدیک گوشش، گفت عزیز جان اون گوجه اینا که خریده بودی چی شد؟
روشن شد یا همچی بذارم که کل وجودت بره تو گچ. آی دکتر ولی سوال سر جاشه. مقام عظما کمک‌های خارجی رو رد میکنه، ظریف به همه التماس میکنه، اینطوری همه گیج میشن که ما چی میخوایم. نخه اونی که استراتژی باشه خوب میفهمه ما چی میخوایم. آموزش تاکتیکی استراتژیکی آدرس دادن از قول مرحوم ابوی داشته باش که داره میاد. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که طرف داشت به رفیقش آدرس میداد، آدرس خونه‌شونو، گفت میای از در ورودی آپارتمان میای تو میری سمت آسانسور، دکمه طبقه 9 آسانسور رو با آرنجت فشار میدی، وقتی اومدی بالا از آسانسور که بیای بیرون سمت چپ خونه ماست، با آرنج در میزنی، منم در رو باز میکنم واسط. رفیقت گفت آدرس راحته ولی چرا با آرنج در بزنم؟ طرف گفت مگه میخوای دست خالی بیای؟ روشن شد یا این دفعه با آرنج روشنت کنم. آی دکتر ولی بالاخره همین مشنگا هم قبلا یک کمکایی از خارجی ها میتونستن بگیرن. اون موقع هنو خیلی جاها نرفته بودیم، خیلی طیب و طاهرم همچین گیرمون نمیومد. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن پسره واسه روز مادر یک آیپد برای مامانش گرفت. مادره گفت عزیز دلم پولشو از کجا آوردی؟ پسره گفت تو مسابقه 2 برنده شدم. مادره گفت فدای پسر ورزشکارم بشم، چند تا شرکت کننده داشت؟ پسره گفت 3 تا، من و صابگوشی و پلیس. روشن شد یا برفستم به مسابقه 2 یا مسابقه سوال پایانی. قاضی زاده وزیر سابق بهداشت لو داد که از اواخر آذر ماه به مقام عظما و حاجی روحانی و همه دم دستگاهشون اعلام خطر کرده بود سر این بیماری. نمیشد یک کمی شعور به این یاد میدادین که اینطوری لو نده؟ تو نظام دیگه کسی شعور یاد نمیگیره، فقط باید یادش داد که هرچه بقیه خفه خون بگیرن اینم خفه خون بگیره، کارش هم نباشه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن مشنگه به باباش گفت من فردا امتحان دارم، بابای رفت 3-4 کیلو هویج واسش گرفت، گفت بیا آب اینا رو بگی بخور، تو که چیزی بارد نیست هیچ هم یاد نمیگیری، اقلا چشات قوی بشه ببینی بغل دستی چی نوشته از روش بنویسی. دکتر من واقعا به این پاسخ شما اعتراض دارم. بیشین بابا تو هم فکر کنم برای خود تو هم باید من هویج بگیرم، هنوز هیچی نگفته فقط اعتراض به مقام عظما رو راست میگی بیشعور، به مقام عظما میگی برو تقلبه بکن.